سلام، در این پست قصد داریم روش آببندی این آبنما رو توضیح بدیم. با ما همراه باشید. همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید این آبنما پس از آبگیری در مدت چند ساعت تمامی آب آن تخلیه می‌شود. جزئیات کفسازی این آبنما رو با هم مشاهده می‌کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید از دو محل احتمالاً فرار آب وجود دارد. اول از بین بندهای بین سنگ‌ها، دوم از محل تقاطع جدول‌ها و فرار آب به پشت ایزوگام. روش آببندی: اول اجرای ماهیچه در محل تقاطع کف، دوم تخلیه کامل بندکشی قدیم بین سنگ‌ها و شستن آن با آب، سوم اجرای 2 نوبت پودر نانو و مایع آببندی بر روی ماهیچه و بندهای خالی شده، چهارم اجرای مایع آببندی، پنجم اجرای نانوی رزین آببند. شرکت ژیان تونل پاش، مجری تخصصی آببندی و ایزولاسیون.